درود دوستان گل، خدا قوت میگم. اخیراً چیزی که خیلی باب شده در شبکه‌های مجازی و بین مردم و اونایی که تو راه موفقیت و ثروتن، اونایی که میخوان پولشون رو 3 برابری کنن، چند برابری کنن، اینه که خب یه سری افراد و الگوی خودشون قرار میدن. این افرادی هستن که خیلی قدرتمندن و در زندگیشون به ثروت و پول عظیم رسیدن. مثلا سلبریتی هایی مثل ایلان ماسک، مثل بیل گیتس، مثل استیو جابز. اما اخیراً کلیپی که خیلی باب شده، ترند شده در شبکه های مجازی و بین مردم و جوونا، کلیپ ایلان ماسک و بیل گیتس و چند تا از افراد دیگه است. مثلا ایلان ماسک پیشنهاد اینو میده که هر ساعتی بیدار هستی سخت کار کن و همه توانت رو براش بذار. یا مثلا بیل گیتس میگه قبل از 30 سالگی من حتی یک روز تعطیل نداشتم. وقتی افراد میان چنین صحبت‌هایی رو الگوی خودشون قرار میدن، ممکنه یک برداشت اشتباه بکنن. اون برداشت اشتباه اینه که هر چقدر بیشتر کار کنم، هر چقدر بیشتر و سخت‌تر کار کنم، بیشتر و زودتر به موفقیت، به اون چیزی که میخوام میرسم. و این دیدگاه اشتباه رو برمیدارن و این دیدگاه رو برمیدارن و فکر میکنن که رسیدن به ثروت و پول از راه سخت باید عبور کنن. این که از خوابشون باید بزنن، این که از خوراکشون باید بزنن، این که باید سخت تقلا تلاش فراوان بکنن. میخواستم در مورد این مورد صحبت کنم. اینجا خیلی مهمه این نکته رو باز کنم که اگر این افراد مثل ایلان ماسک، مثل بیل گیتس، استیو جابز، اگه زحمت فراوان زیادی کشیدن، با باورهای درست که داشتن در واقع به اون ثروت عظیم رسیدن. اگه شخص باورهاش درست نباشه، درونش خراب باشه، درونش پوکیده باشه و از درون خالی باشه، این شخص هر چقدر که زور بزنه به جایی نمیتونه برسه. مثلا شما خودتون قیاس کنین، وقتی یه شخص باوراش اینه که و یا داخل جامعه‌ای که داره زندگی میکنه یا اطرافیانش که مدام دارن اینو میگن که پول نیست، پول کمه، پول دست مردم نیست، ایران اصلا جای خوبی واسه پول در آوردن نیست، یا اگه مثلا داخل یه کشور دیگه است میگه اون کشور واسه پول در آوردن خوب نیست، یا مثلا باورهایی که مثلا خودش داره یا از گذشته های خودش، از پدر، مادر، اقوام یا از دوستان و اطرافیان یا داخل اون محله، کشوری که زندگی کرده، چیزی که در درونش نهفته شده اینه که پول سخت به دست میاد. مغازه من که پاخور نداره، هرچی میرم جلوتر پول جلوتر از منه. اگه شانس داشتیم این وضع ما نبود. خب وقتی میاد این اشخاص میان با این سطح نوع باورهایی که در درونشون دارن، میان در واقع صحبت ایلان ماسک و صحبت بیل گیتس که به عنوان سلبریتی های قدرتمند در جهانن، به عنوان افراد ثروتمند و مشهور هستن، اینا رو قرار میده به عنوان الگوی خودش. اتفاقی که میفته، خب این شخص میره سخت تلاش میکنه، زور فراوان میزنه، در نهایتش اتفاقی که میفته بعد 1 سال 2 سال سوخت درونی خودش رو با زحمت فراوان از دست داد و نتیجه‌ای که براش هیچ حاصل نشد، اتفاقی میفته از مسیر پولسازی خسته میشه. وقتی شخص چنین صحبت‌هایی رو الگوی خودش قرار میده و هنوز درونش ثروتمند نشده، هنوز ذهنش ثروتمند نشده، باورهای فقر داره، مثلا یه سری باورهای عمیق‌تری مثل غنی و فقیر رو که با یه کفن دفن میکنم، پول واسه چی میخوام، این دنیا به چی کسی وفا کرده. یا مثلا باور خیلی عمیق‌تر، روزی که دست من نیست